حالا از اونجا که من خیلی مهربونم میخوام بهتون بگم چجوری شب اول ماینکرافت زنده بمونید. اول که برید چوب بکنید، همین کار میکنم بعد چون واقعا ببین اول چوب بکنید. خب بعدش که چوبا رو کندی میری اینا رو تبدیل میکنی به پلنکس. ما خارجی هم اینا رو میدونم پلنکس. بعد که تبدیل به پلنکسشون کردی همشون رو تبدیل به پلنکس میکنی و بعد با این پلنکس ها میری کرافتینگ تیبل درست میکنی. خب کرافتینگ تیبل که بعد درست شد این باش دست تبر درست میکنی. بعد با پلنکس ها و دست تبرت میری یه کلنگ چوبی درست میکنی. بعد که کلنگ چوبی درست کردی کرافتینگ تیبل رو میذاری تو جیب تو. بعد میری تا یه جایی سنگ پیدا کنی. بعد که سنگ رو پیدا کردی و سنگ ها رو کندی بعد با اون تبر سنگی و کلنگ سنگی درست میکنی. باز با اون کلنگ سنگی عالم سنگ میکنی. بعدش دنبال ببعی میگردی تا با اون پشمای اون تخت خواب و گوشت درست کنیم. به هیچ کس هم کخ نریزین، چون کخ بریزین این بلایی که سر من سر شما هم خواهد آمد و هم اول کاری میمیرید. بعد خدا همجوری مثل من در سرایتون ببعی قرار میدهد که بس اون تک میشه میرین یک با اون پشمایی که خدا بند در سرایتون باشه تخت و یک اجاق گاز یعنی فرنیس درست میکنید. بعد با فرنیس اون گوشتا رو میپزید و واسه شب آماده میشوید. تا موقع گوشتا رو میپزید میری یه جای واسه خواب که شب بری اونجا بکپی پیدا میکنی و اونجا رو سوراخ میکنی یعنی میکنی. بعد میری اجاق گاز و کرافتینگ تیبلتو میکنی و میاری میذاری تو خونت. دم غروب رحال کن. بعدش یه در میسازی تا بتونی راحت با خیال راحت بکپی. به همین راحتی شب اول میتونی زنده بمانی. سلام اینه بچه آدم پا میشی. خداحافظ.